تقدیر است دوست ما را چنان جدا کرد که در آمده از یک عائله دو من در خانه بپرستان ماند همه خیل از هم جدا شده روزی آخرین تو را دیدم آن روز بود تنها این ماند دیگه مویزه نکرد رفتم نبود دیوان گرفتم سالهای در روز این رو پنهان کرده بود مبارکم اکا جان مبارکم اکا جان مبارکم جانم بارم به تو جان من اکا جانی من مبارکم جان من اکا جان اکا جانی من من باور نمیکردم که تو را میابم باورم ناآمده ایستادم مبارکم برای چی نامی احمدت رو استفاده نمیبری؟ چی مگر نامت رو عوض کردی؟ نه نام دویوم من زیاد بود تو باید نداری خوب بود احمد زیاد من تو رو بسیار یاد کردم اکا جان من تو رو بسیار یاد کردم اکا جان من هم خواهر عزیزم اکا جانی من پلیس آمدند عزت بالمولد این ناکامی رو بینه من اگر روزی می داشتم نامم را روزی بگ نام می ماندم بیاید اینجا کمتر نشسته انتظار می شویم بابا جون خدایا به او کمک کن امک جان زهرا چرا بابایم ناگهانه خل شدند؟ نمیدونم حاله شاید برای یکم چیز غمگین شده باشد نمیدونم زهرا به تو گفته ایستادم با فکرم پدرم سکته دل شدن اما با قوت هستند پس سر میکنم پدر بابایم در کجایند؟ در درون هستند دخترم خواطر نشو صحت میشوند با آقای اکرم ناگهان چی شدین خیلی؟ سلامتیشون خوب بود کو؟ بله در حقیقت سلامتی بابایم خوب بود چرا ناگهان خل شدند من هم نفهمیدم انشالله شفا مییابم در حقیقت زهرا تو در ماشین بسیار پریشان شدی مگر یگون چیزی هست که ما نمیدونیم خیر تو
نمیدونستی اکا جون؟ از وقتی با محله آمدنم خرچه رو به من نگفتی؟ من 20 سال از این لحظه رو انتظار بودم، هر شب دعا میکردم. چرا نگفتی؟ چرا؟ به تو گوش کن، ندانم بسیار چیزها رو پرسیدن میخوری، همش رو میفهمم، اما التماس بگذار تو را آغوش گیرم. بیا خواهر عزیزی من، بگذار تا حسرتم رو دور کنم. روید آخی روید. ای شمایان در اینجا چی گم کردید؟ ای بلا زند. امک از برای من چنین شد. زهرا چی گفتن میخوای از برای تو شد؟ کنی بگو چی شد؟ من غمگینش کردم، بسیار غمگین شد، من رو رنجاندم. زهرا این را خوب فهمان، آخر چی گفته ایستاده؟ چی شد؟ حاله بسیار فشارش نیاد. نمیبینی زهرا خودش ناتوب است؟ آقای اکرم ازدواج ساخته برپا کردنتان را فهمیدن ها؟ بله فهمیدن. ای آخر عاقبتش همین بود. شمع دروغگو تا خفتن در گران است، آدم رو از پا افتانده. ینگه خاموش شوید، خاموش شوید. چرا خاموش میشدم ها؟ در اصل تو خاموشم، همش از برای تو شد. تولی همه غمگین است، تو بر بالای این باد فشار میاری ها؟ البته که باز من فشار آوردم. بله من. مادر جان کمی خاموش شوید، خاموش شوید. با تو چی شد میلیس؟ آفرین فرو، آفرین. دخترت رو هم به خودت مانند کرد. مادر جان خاموش شوید، شما دیگر هیچ چیز رو نمیدانید. داموزیا در کجاست؟ در حقیقت در این وضعیت ناگوار آقای داماد عجب در کجا باشه؟ آقای اکرم همش را فهمیدن نه؟ با تو شیرینی های اینجا بسیار معقول بودن. کده یک رفته دیدم باشه. مایلش حاضر کنعان دیوانه بعد گرفته می آیم. بیتون لبای رفتنمون لازم. با کجا؟ التماس سوال اکا چی نده، شد؟ بیا با من، زود رفتنمون لازم. رفتیم. اکا جان چی شده ایستاده است؟ باز چی کدری دیگر انتظار شوید؟ اکا با من فهمانید آخر چی شده ایستاده است؟ کنعان دیوانه اینجاست، رفتنمون لازم. اکا نمیفهمم این آدم از ما چی میخواد؟ چرا از دو میگریزه؟ خواهرکم التماس دارم شب مرا گوش کن، همش رو میفهمونم. با من بیا مایله. رفتیم. منو گوش کنید. اینو رفتم کنی بهت رفتیم. اینها کجا شدن؟ کجا رفتن؟ رفته همه جا رو بینه، همه طرف رو جستجو کنه. ماشینشون نیست. اینها رفتن کو؟ کجا را نگاه میکنه؟ رفتیم زود از پسشون نشویم. رفتیم. زهرا اکنون خودت رو غمگین نکن، طفلت رو فکر کن. آقای آتیل احوال پدرم چخیل هستن؟ یگان جای ترس ندارد، خطر رو پسی سر کرد. حالا باشد وضعیتش خوب است. خدا شفای کامل کند. تشکر زیاد آقای دکتر. تمام زهرا جان، یگان جای غمگینی نبوده است. اکا چرا ما از اون آدم گریخته ایستاده ایم؟ بتون
این آن دیوانا گفتنی آدم چی فکر میکند که او رو کالتاکلوس مایوب کرده است؟ فهمیدی؟ اگه تو رو باشد کالتاکلوس گفته فکر میکند از همین سبب ما رو پای برده ایستاده است. اما اکای من تو هستی. البته خواهرکم اکای تو منم، اما او دیوانا است. آخر چیکار کنم؟ خیر از من چی میخواهد؟ آن آخر تو رو به دست آورده کالتاکلوس رو دستگیر کردن است. از همین سبب از پس ماست. اما برای تو رو دزدیدنش چقدر مشکل بودنش رو نمیداند. аҷабо боз магар хатари сактаи дилро пай сар кардани падарам дар назар аст, яъне маълум бемориашро медонед. در اصل با سکته دل علاقمندی ندارد. حتی آقای اکرم بیماری را پیشتر پسی سر کرده بود. чӣ? пай сар карда буд? бобоям тамоман сиҳат шуданд. маро гӯш кунед. имшаб агар хоҳари калтакеласро наёбед ку шуморо мекушам, ҳамаатонро мекушам. бале. چی؟ ба канони девона акаи ман будани калтакелосро он полис гуфт. پلیس؟ бале, як вақто ман ба шӯъбаи полис рафта туро ҷустуҷӯ доштам, яъне туро меҷустам. дар он вақт ба ман гуфтанд ки акаи ту калтакелас аст. баъд бошад гуфтанд ки хато кардем. эҳтимоли зиёд ки ба канони девона ҳам айнан ҳаминро гуфтанд, яъне он одам ба ман беҳуда начаспидааст. ягон чиз ҳаст ки از پس ما است، اما با اون درست بودن این کارو باید گویم. هیچ فایده ندارد. آدم دیوانه است آخر. یعنی گپ رو نمیفهمد. احتمال در بین خطا بودنش رو باور نمیکند. یک احمق دیگر بود. او باشد کالتاکلوس رو میابم گفته خودش رو کشت. ها آنها پای برید گمشو نکنید. چه خیلی خیر؟ شما نگفته بودید که عمر آقای اکرم کم مانده است؟ در حقیقت وضعیتش بسیار جدی بود. نو باورته ناامیدی رفته بودیم که ناگهان در حال به طور زود به حالت صحت شوی گذشت. ما هم حیران شدیم. اما میدونید در حیات خیلی معجزه ها میشوند. یا خدایا توبه. به فکر من آقای اکرم از روی شما صحت شد. از روی من؟ خانم زهرا قرار اویل برپا کردن شما آقای اکرم رو بسیار خرسند کرده بود. چونان که به کورتش نمی‌گنجید. من شاهد آن لحظه ها هستم. احساس خرسندی میدونید داروی تمام بیماری ها میباشند. یعنی حالا بابایم تماما صحت شدند؟ بله، مانند یک داروی معجزه آور به بابایتان تاثیر کرده. نه نفهمیدم. آخر چرا صحت شدنشون رو به ما نگفتند؟ در اصل گفتند که به هیچ کس نگویم. چرا آخر؟ نمیدانم. شاید این را خودشان به شما گفتن خواستند یا که در یگان روز بسیار مهم به شما این را گفتنی بودند. خیر، چرا شما این رو به ما نگفتید؟ حالا این را هم نباید به شما گویم، اما چون حامله دار بودنی هر دویتان را فهمیدم، باز از یک طرف بسیار غمگین بودنتان را دیدم. بسیار غمگین آور است که سر آقای اکرم را مجبور فاش کردم. لابا زهرا، بابایم رو به بیمارخانه بردیم، عاجلا اومدنتون لازم است. آقای اکرم خوب است؟ خوبند. مشکلی رو پس سر کردیم. مسئله دیگر است. بعد گپ میزنیم. چرا بعد گپ میزنیم زهرا؟ کنه بگو چی شده ایستاده است؟ همین که آمدید بعد گپ میزنیم. در حال بیایید. مالش آماده ایستاده. بتول من باید به بیمارخانه روم. آقای اکرم حالش خوب نیست. اکا جون، من از اینجا به خونه میروم. تو بیرو، ینگه زور رو تنها نگذار. نه بتول، با یکونجا نمیروی. من حالت رو تنها گذاشته نمیتوانم. یک جای میرویم. مایلش. ماشین رو کی رانده ایستاده است دیدی؟ به خدا اکا دیده نمیشود. نزدیکتر شدن لازم است. کنی کمتر نزدیک شو. چه گپ است؟ به خدا اکا قریب بود که زیر اتوبوس میموندیم. مرا گوش کن شرف. خوب گوش کن. اگر او را از دست دهی زیر اتوبوس یک طرف است، زیر ماشینی بارکش میپرتایم. همه‌تان را میکشم. پای ببر. هیچ کس برای آخری با جماعت مانع نمی شود. اگر لازم باشد امشب در مسجد خواب می روم. سحری بر وقت با برادران مؤمنم ها می خورم. کیست در آنجا؟ اعوذ بالله من
الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم توبه استغفر الله داملای دیوانه؟ دیوانه تو هستی در اصل عمرش سیاه دیوانه هست من امام حقیقی این مسجد هستم من امامم ولی فهمیدی؟ استادی مرا دیوانه نگوی تو دیوانه ای من به تو نشان نمیدم سلام علیکم سلام علیکم و علیکم السلام هنگامی از اینجا گذشتم به گوشم رپای شما رسید هیچی این دامولای عظیمی دامولای حقیقی این مسجد هست شکری خدا نهایت در محله یک شخصی به من باور نکردگی برآمد خدا از تو راضی باشد برادر الهی دامولا پس گفتی اکای جوهر این دیوانه است به عقل است اهمیت ندهی حالا هم دیوانه میگویی آرام باشه دامولا آخه پسرم تو دامولای حقیقی بودن این دامولازی ها رو از کجا میدانی؟ مادام که دامولای حقیقی هست چرا به کارهای ثوابی میکردگی تو مانع میشود آخه حالا ایست باز همش افشا میشود همه خوب نه دامولا به این هجری برادرمون از تقایش یک مقدار زمین میراث مانده است این پسر کاری ثواب و خیر کردن میخواهد آن دامولا باشد به این کار مانع شده ایستاده است یا توبه این را بینه اگر دامولای حقیقی می بود مگر دامولای حقیقی به این خیل کارهای ثواب مانع می شود برعکس باید تشویق کند همین خیل نه یا در دهانتان اصلا دامولا چه خوش گفته دامولا اگر جایی ایست نداشته باشد من تنهایم این شب مهمان من شود شما رو مهمانداری کنم هم درباره زمین هجری برادرمان درباره کارهای خیر و ثوابی آن گپ میزنیم خدا نصیب کند بعد سحری آمده با جماعتاتان ما میخوریم نمیدونم خوب میشود دامولا مرا نکنید یکی ناراحت نکنم دامولا استغفر الله بیایید رفتیم سحری هم یک تخم بیان میکنم رفتیم خوب نباشد میرویم حسیب چش از صبح من میشود خوب باید خیر راو خنوک است باز نمیره استغفر الله برادری من در این محله با یک آدمی با عقل روبرو نشدم باز یک تاش خودش را دامولا میگوید و یک دامولای ساخته است یا خدایا هر دو اینها دیوانه بودند خدایا به حال آنها رحم میکن بتول خواهرکم این کنعان یک جاسوس دیوانه است فهمیدی اما من یگان راهش رو حل میکنم نترس اکا من در نزد تو از هیچ چیز نمیترسم خوب میلش کنی ایست من یک دختر رو بینم شاید اون دیوانه آماده است میلش با من یاریده در نزدش که بود دیدی؟ با خدا اکا آنقدر خوب دیدن نتوانستم در حال به بیمارخانه در اومدن یعنی دیدن نتوانستم دیدن نتوانستمش چیست؟ ندیدمش چیست ها؟ اکا مگر من بوم هستم که در شبی همه چیز رو ببینم بابا نگر چشمانت را میکابم کفته میگیرم کلی پیش درا ازگر نیونال ناماده است رفتیم نهایت دامادمون آمد بتو زهرا جا سلام علیکم خدا شفا دهد ما با خانم بیتول در نزد در بخوردیم او در بیمارخانه یک بیمار داشته است و زیارت او آمده است تو خوب هستی؟ رحمت جانم بابا باید هم شفای کامل خواهونم رحمت بیتل جان وضعیت آقای اکرم چطور است خوبند یعنی دکتر همین خیلی گفتن خدا را شکر بسیار خرسند شدم تشکر زیاد ما صحبت کردن میتوانیم؟ البته با اجازت البته با اجازتی تو بیتل جان البته بخیر است چی گپ شد دومولو وقتی فاتحه کردن ما بابایم همون وقت صحت شدند یعنی چی خیلی دکتر گفت که معجزه روی داده است یعنی با وسیله ازدواج ما بابایم صحت شده است این کار رو بین ازدواج ساخته با کار آمده اما من همه کارو برباد دادم از برای من باز و سکته دل شد کاش که همچون زاغ سیاه با تو روبرو نمیشدم زهرا در اصل همه کار را من برباد دادم بیتول در اینجاست خدا این اهل
اینجا چی میکوبندی؟ یا خدا آه چشمم در اینجا بوده است. خدا شفا دهد. تشکر. نمیدونم چی کار کنم. اکنون خیلی زیاد میشه. دامولو زیاد؟ با خیر است دامولو؟ نه یکون چیز نیست. یعنی آقای اکرم سخته دیر شده است اما این حال وضعیتش خوب است. های خدا شفا دهد دامولو. خانم زهرا خدا شفا دهد. تشکر زیاد. دومولو من یک بابایم رو خبر گیرم. برای در آمدن اجازت میدین؟ نمیمونند اما من در آنجا بودن میخواهم. مایلش من کمتر پس میروم. خدا شفا دهد. آقای کانون بخیر است؟ شما در اینجا چی کار دارید؟ دامولو آیان نکنید. خواهری کلتکیلاس در اینجاست. در پسمان استاده است. چه یعنی خانم بتول؟ بله دامولو آیان نکنید که میگریزد. آخر آقای کانون خفه نشوید چه علاقه دارد؟ یعنی خانم بتول خواهر کلتکیلاس نیست؟ مگر این خیلی میشود دامولو از پلیس فهمیدم آن شاگردی اون الهسکو لوند او گفت. شما چرا گپی هر کار نااهده برا رو گوش میکنید؟ مگر این خیلی میشود؟ من به شما یک چیز گویم عیناً همین رو آن با خانم بتول هم گفته است. دختر بیچاره از غمگینی میسازد. از همین سبب به شما میگویم که راست نیست، معلوماتی نادرست است. او این چه معلوماتی نادرست است؟ ای از کسی میخواهید پرسیدن گیرید. اگر خواهید رفت از کمیسر رونالد پرسید. چه خیلی که میدونید آن حریف حیاتش رو در جستجوی کلتکیلاس بخشیده است. عائله‌اش هم پراکنده شد. این چی خیلی میشود دامولو؟ ما او را از قهوه خانه چای نوشی پی بردیم در برش یک آدم بود. انا چون به درون در آمد گم شد. بعد در وقتی در راه آمدنمان ماشین را دیدیم. در درونش آدمی بود که آن را میرون او را دیدن نتوانستیم اما بعد از آنجا در آمدن نابود شد دامولو. او کلتکیلاس بود. شما این خیلی گرد نزنید، خود رو در نزد آدمان بد نکنید. من واقعا رو از خانم بتول پرسیدم. یعنی من پیش از شما رو دیدن گفتم که در اینجا چیکار داره؟ واقعا چنین است. یک بیمار خانم بتول از روش رفته است و او باشد راست به اینجا آمده است. آدمی در نزد خانم بتول دیده شما احتمال یگان خیش بیمار است. شما اون آدم رو کلتکیلاس فکر کردید و خدا که بسیار یک گناه عظیم کردید. شما چی میگویید دامولو؟ چه خیلی گناه؟ با دهان خودتون گفتید. پیش بردیم. یک دختر جوان رو این خیل ترساندن بسیار گناه عظیم است آقای کانون. از برای خدا این خیل نکنید. دامولو اگر یگان گناه باشد آن گناه کلتکیلاسی بیشرف و لوینت است. با خدا که من گناهگار نیستم. من نمیدونم. دیگر این کار رو نکنید. آقای کانون در آتش دوزخ مانند کنده میسوزید. های کلتکیلاس، های کلتکیلاس، این دنیا هم رو تیره کردی، آخرت هم رو هم تیره میکنی. خدا زند تو را. دامولو دعا کنید که خدا ما را ببخشد. نمیبخشد. آدمی رو که با یک زن این خیل ظلم میکنه خدا هیچگاه نمیبخشد. خفه نشوید. این خیل نکنید دامولو. اکنون چی میشود؟ با خدا که آقای کانون دیگر این خیل کار نمیکنه. والله بالله دیگر نمیکنم دامولو. خوب مایلش اینقدر بسیار داد و فریاد نکنیم. معلوم که اینجا بیمار خونه است. من هم به نزد زهرا میروم. با من اجازه دامولو. مایلش تا باز دید. آواز این حریف اینقدر بلند است. کنی پیش در آب. پیادر برون انتظار میشویم. شکر که این دفعه خلاص شدیم. اما چیکار کردن این کانون معلوم نیست. باید احتیاط باشیم. فهمیدیم؟ من یک پیش زهره روم. کلتکیلاس یک تو را با دست آرم کو زنده به زنده سوزانده به خلطه بار کرده تو را به آتش میپرتایم بیشرف. مرا معیوب کردنش بس نبود باز مرا گناهگار میکنده. من به شما گفتم کو با آن لونتی احمق باور نکنید. اکا کانون با من یک اجازه دید. رفته اون لونتی احمق رو یک لطو کب کنم. تو چه میگویی؟ چه میگویی؟ چه میگویی؟ مگر پلیس رو لطو کب میکنن؟ لطو کب میکنن؟ حریفی بفهمه؟ پیش درا.
شب خوش امره. شب خوش. بیناموس از رخسار خانم سلیم بوسه کرد. به شرف همیتون نمیرسیده در بین ما. گوشوتا میبرم. تو باز. کمتر دیگر در نزدیک خانه سلیم نیستم. وی به شرف یک بار دیگر به در خانه سلیم بیاید بعد حالش را ببیند. بیام سلیم از توی خیلی باوری نداشتم. مرا گوش کنید. استودنی همه شما در اینجا لازم نیست. بگو چه خیلی باشد جوابش میدم. اما این شب من در اینجا میمونم. در خانه مونده نمیتونم. پس دخترم حاله تو بیرا. ملیس تولین شما هم روید. نه امک جان من حالا نمیروم. اون آماده ایستاده است. من با او به خانه میروم. من هم خانم بیتول رو با خانهش برده برمیگردم. نه من خودم میروم. در این شبیه خودتون تنها نمیشود. من برده میرسم. برادر پروا نکن، من خانم رو به خانهش میبرم. ماشین آقای خلیل درمان است. زود رفته میآیم. ای بچه گفتم میبرم. برادر میتوانی خودت بری، ماشین ما گاز نداره. بیاید میرویم خانم بیتول. من باید زود برگردم. خدا شفای کامل نصیب کند. تشکر خیلی جان. جون. سلامت باش. سلامت باشه اونا. ای بچه نغزی سوزی در کجا میگردی؟ میشه شکر اما. امک جان من یک بابایم رو بینم. مایلش. تو در اینجا چیکار میکنی ها؟ اونا سفسطه نگو. آقای شوقت راننده بابایم است آخر. یکم کسی دیگر یافت نشد ها؟ نیوف نشد. اونا این خیلی نگویی. سلامت باشد. با وسیله او رسو در وقتش رسیدیم. اونا اگر شبکت نمی بود بسیار دیر کردن ما ممکن بود. استغفرالله آقای فرخ میگویم میخیله؟ همین خیلی است. راست میگوی من نمیبودم بابی اکرم میمرد. بابا جان دیگر هیچگاه شما رو غمگین نمیکنم. خواهرم اکا از تو هیچ جدا شدن نمیخواهم. آخر به همین هم دیگر جدا نمیشویم. ما رو دیگر هیچ کس جدا کرده نمیتواند. چون خرسندم که سالها این رو انتظار بودم. بیتول گریه نکن. تمام مرا هم گریه میکنی. آخر بس است. مالش تمام گریه نمیکنم دیگه. خوب بسیار چیز رو پرسیدن میخواهم. سالها این رو انتظار بودم. تو من رو چه خیلی افتی ها چه خیلی. خواهرکم از این پس وام میخوریم آخر پگو سحر هم یک جای میشویم بعد سوالات رو میپرسی. اکنون بیرم. خواهرک جانم اکنون بیرم. شب خوش. این لیلی نیست مگر؟ لیوین؟ خانم سلیم تو در اینجا چیکار میکنی ها؟ گفته مردک یک خواب دیدم خانم سلیم. بخیر است چه خیلی خوب دیدی؟ یک خواب دیدم. من در خوابم شما را دیدم خواطر شدم.
ба саратон ягон ҳодиса омадааст гуфта хабаргиритон омадам. خاطر نشو لوین جون. تو در اینجا بسیار انتظار نشو، خونت میخوری، بیمار میشوی. زود به خونت بیرم. مالش خانم سلین میروم. بسیار یک روسته. این رو بینیده از اینجا راو که بیمار میشوی. در این دقیقه خیلی عقل نیست که لوین جان مرامت خونه در یک پیله چای نوشید. ما هم در اصلت یک پیله چای شما نمردیم لیکن گپشو گفتیم. نه انیخ ای با ما آدمی پدندلت میگرده. انیخ خیلی سره دلم خونه کردی با خودم. استاد کمتر انتظار شوید. استاد یک سوال دارم. مرحمت بپرس. استاد با برج باور کردن جایزه است. بخیر از برجی تو چیست؟ میدونم استاد. برج من چی است؟ گوش کن، تو کی تولد شدی؟ استاد بیام نقل میکردن که در آمد نوروز من به دنیا. هجری پسرم، تاریخش رو بگو. 10 مارس استاد. تمام، برج تو هوت است. چه خیلی هوت استاد؟ آخر پسرم، برج تو هوت است. برج هوت چه خیلی برج است استاد؟ هجری یعنی برج هوت برج خوب است، صاف و تمیز است برای انسان. صاف گفته چی رو در نظر داری؟ یعنی پسرم دلشون صاف است، یگان کاری بد نمیکنند، یعنی انسان های خوب است. فهمیدم استاد، خدا از شما راضی باشد. استاد برج شما چی است؟ خوشخوار چه خیلی برج است؟ راستی هجری خوشخوار مثلا بلحوث است، از پشت زن و دختران بسیار میدود، خوردن رو بسیار دوست میدارد، علاوه بر این سیر و گشت رو نقل میبیند، یعنی تماما آزاد است. استاد شما زیناکار هستی؟ این چه خیلی سواله؟ من دامولایم. عذر میپرسم استاد، آخر گفتید برج خوشخوار دختر بازی میکنه. آن برای همه هجری با برج‌ها انقدر هم باوری کردن در کار نیست. آن سیاره ها دیگر کار ندارن که اومده تقدیر ما را معلوم کنند. سیاره گفته اون چیزها رو مینامند که در اطراف آفتاب تاب میخورند. این همه از روی خواست خدا است. شرح زیبا دادید استاد جان. یک سوال دیگر معنی سرم رو ویران کردم. هجری این سوال کمتر دیگر معنی تو رو خراب کردن گیرد. من باید در حال روم، بابای خانم زهرا در بیمارخانه است. این روز جوابش میدین. مالش خدا شفا دهد استاد. سلامت باش پسرم. تا دیدم. یا توبه. بله، با برج‌ها اونقدر باوری کردن لازم نیست. زهرا دامولا خوب هستی؟ وضعیت چی خیلی است؟ اما کارهایش را تمام کرده است. کمتر پس ما میبریم. آقای اکرم چی خیلی خوب است؟ برای تشخیص خون گرفته ایستاده بودن. من طاقت کرده نتوانسته برآمدم. بلا زندین نیلوفر از کجا پیدا شد؟ سعید چی شد دامولا؟ هیچ چیز نیم. سعید این تو هستی؟ ای به خدا که تو هستی. تو با چی کار بار مشغول هستی؟ این چه لباسی که با بر کرده ای؟ خانم شما با فکرم مرا با یگان کس مانند کرده. چه خیلی مانند کردم؟ من تو را خوب میشناسم. من نیلوفر مرا در یاد نداره؟ نه من شما را نمیشناسم. چه خیلی با خاطر بیارم آخر. عجایب کن. از این مرکز دلخوشی با مرکز دلخوشی رفته، تمام شهر رو با ما میخزانده. اکنون چی شد؟ و نفقه بر اومدی؟ بخشش شما یک دیگر رو میشناسه؟ شناختن؟ اما با آنقدر نزدیک که من میخیلی مهربانی من یک بار چنان میزده شده بود که با جای مرا بوسه کردن رفته محبوبه صاحب مرکز دلخوشی رو بوسه کرده بود. میتردی؟ خدا دامولا این زن چی گفته ایستاده است؟ چی دامولا؟ چه دامولا؟ های تو باز چی هیله کرده ایستاده ای؟ گوش کنید خانم، از راستی در بین یک خطاگی بزرگ است. شما مرا در حقیقت با کسی مانند کرده ایستاده اید، اما هیچ گپ نه خیلی میشود. ای خدای توبه، این مگر بی عقل شده عقلش رو گم کرده است. از همین سبب شما به بیمارخانه آمدید. ای من مرم. ای گوش کن، شرکتی ما با این بیمارخانه شرطنامه دارد. یعنی تو مرا گویا نشناخته ایستاده ای، اما یگان خواهش یگان احتیاج داشته باشی. من همه وقت در بری تویم. حاضر مرا رفیق خونم انتظارن. من از آنها میروم، اما تو هیچ نآمده ایستاده ای. قهری کردم. حتی بازید من تو رو انتظار بشوم. دامولا من هیچ
چیز رو نمیفهمم. خانم زهرا یگان جای فهمیدنش نیست. آخر معلوم که دختر بیچاره ناراحت شد. از نمادش معلوم که اونقدر حالش خوب نیست. و فکرم بیمار است. معلوم که به کسی مانع کرده است. البته جانم با کسی مانم کرده است. میبینیم من یک آقای اکرم رو بینم معلوم وقتی نماز است بعد دیر میمانم. اگر یک جای برایم دیر میمانم مالش رفتیم. رفتم. خوب است بابا جان؟ خوبم خیلی خوبم. یک بالشت دیگر بیارم؟ نه لازم نیست. خیلی براحتم. با شما گپ ندارم پدرجان. چرا سیاه شدهتان رو به ما نگفتید؟ وقتش بیاد میفهمونم. حالا بچه‌ها اگر اجازه دید کمتر استراحت کنم. البته پدرجان البته. خدا شفای کامل دهد. استراحت با فراغت پدرجان. تو بازدید بابا جان. مایلش. زهرا تو بیمان دخترم. کمتر گپ زنیم. یعنی تو رو همچون کلتاکیلس میدونم؟ نه شوکت همچون کلتاکیلس دانستنش لازم نیست. همه کار رو برباد میدیم. خیر همچون کی میدونه؟ همچون داملوزیو. هیچ گم نه برادر. مهم اون است که خواهرت همش رو فهمید. برادر خوشبختترین آدمی روی دنیا منم. البته بعدی تو. شوکت دین شب تو رو به خونهشون بردم. باور بکن جدا شدن بسیار مشکل بود. فکر کن آخرین باری که او رو دیده بودم خردکک بود. زندگی پستی و بلندی داره برادر. دیگر هیچ چیز مهم نیست. مهم اون است که با خواهرت یک جا شدی برادر. این رو کی میشوییم؟ بله همه خیلی به هیچ کسی این رو نگو شوکت. میدونی کن اون دیوانه باز اونال هم از پسی من هستن. میفهمی؟ تمام برادر پروا نکن. بیا رفتیم. وای کلتاکیلس. زهرا من همش را میدانم. با داملازیا چرا آیله دار شدنت را همش را میدانم. زهرا داملازیا یگانه انسان است که بعد از وفات کردنم باورش دارم. از برای با او آیله دار شدنت بسیار خرسند شدم. اما من میدانم که پیش از وفات کردنم از برای خرسند کردن من با او آیله دار شدی. همین طور نه؟ بابا جان در این باره حالا گپ نزنیم. میبینم در پیش سالهای بسیار خوب هستن. باز بینید صحت شدید. بیمار نیستم گفته از داملا زیاد جدا نمیشوی زورا ها؟ گوش کن اگر جدا شوی حالا باز این طفل را به پدر تولد میکنی. مرا زنده به زنده گور میکنی زورا. بابا جان این رو از کجا برآوردید؟ مگر این خیل می شود؟ ما البته که با داملازیا جدا نمی شویم. در گذشته آیله دار شدنت را بینم کفایه است میگفتم. اما چون خدا عمر عطا کند انسان دیگر چیزا هم میخواست است. حالا باشد این طفل را دیدن میخواهم زهرا. داملازیا را نرنجان دخترم. تو را در بالای دستش چون گوهرکی چشم نگاه می‌دارد. تو هم باید به قدر او برسی زهرا. از زاغشی‌ها دور بشو. عقلت را کار فرما دخترم. خواطر نشوید بابا جان. آن موضوع پوشیده شد. حالا باشد شما آرام خواب کنید میلش. من شما رو بسیار دوست میدارم. من هم جانکی من را تو یک توی من هستی. زهرا
خوب هستی؟ خوبم خوب نیستم چی شد؟ بابایم همش رو فهمیده است خیلی خیر همه چیز رو گفته چی رو در نظر داری؟ مسئله ازدواجی ساخته رو؟ بله بار آخر خواهشش رو به جا آوردنمون رو آیله دار شدنمون رو فکر کرده است از همین سبب صحت شدنش رو از ما پنهان کرده است دامولو اگر بابایم فهمد محو می شود من هم محو می شوم از شما خواهش میکنم خاموش تمام گوش کنید خانم من با شما وعده دادم و وعده هم وفا میکنم خواطر نشوید شما رو در نیمه راه نمیگذارم تشکر زیاد مرحمت یک نامه آوردم با کی آمده است؟ با دامولای مسجد و مسجد رفتم نبود خونه‌اش رو نشان دادم من باشم به اینجا آمدم خوب کردید من میگیرم تشکر زیاد در اینجا امضا میگذاشته البته تشکر زیاد روز بخیر روز بخیر این برای دامولا زیاد است کو از می بروتش کیست؟ دامولا عزمی جون ایکید Bismillahirrahmanirrahim. Ya estağfirullah. Azaktaş ne gürüzü? Yaktı دیگر اش از میشه نبرد نبرا راه گذر پس از آخر. نه آخر اما آدم نیست به فکرم همون است همون نیست یگان خطا شدگیست چه خیل شده این خیل راست گرفتن دینا شب هم عجایب بود عجبا با این دختر چی شده باشه آخر تنها گپ زنم باورم می آید اما بر بالای این شوخی کرده ایستادن توبه کردم هیچ چیز رو نمیفهمم اما بین چشمانی مادرم بوسی و بسوی موست خیلی ها هم چی کنن با این خیلی گپ زنی ما عادت نکردن داخل بله از سبب اون که تو دوی ما با من زیر می برامده حالا بسیار در حیرت موندم اکا من هیچ از نظر جدا شدن نمیخوام اما رفتنم لازم است در بیمارخانه بیماران انتظارن میرو خواهرم آخر من در اینجا اما التماس به یگون جا نرو میلش بیتول آخر با کجا هم میرفتم 5 وقت در مسجدم اکنون میرو میلش تا بازدید تا بازدید مادر جان من میروم بخیر است چی بخیر است یعنی با دامولا سیاسی تو رهایتون آنقدر موافق نبودند از همین سبب میپرسم جانم هیچ یعنی من با او درباره یک مسئله دینی صحبت کردم سلامت باشد که به من خوب فهموندن همین خیلی خیر تا بازدید جان خیلی من از پس کار میشه رفتم یا خدایا توبه آخر برادران مومنی عزیزم گوش کنید دامولای این مسجد امامی آمنم آخر بله دامولای مسجد این کس هستن هجری می آید به این طرف می آید دامولا این چی می آید من آن مسئله زمین مردم همون دامولای دیرونای کو دامولای زیاد گفته چه گپ باشه استغفرالله خدایا توبه برادران آن زیایی ساخته کار باور نکنید یک دقیقه هیچ خیلی گپ زنه ای مردک ما نمیگذاریم که دامولای ما رو تحقیر کنن من میگویم که امام این مسجد منم چرا باور نمیکنید تمام آرام شو باور میکنیم تو هستی باور میکنیم من برادران بله باور میاد من باور نمیکنم این دیوانه است به عقل است به عقل فهمید آخر هجری چرا نمیفهمی ها؟ دیوانه ساخته کار دامولای حقیقی منم میگویم با شما چرا اینو نمیفهمید جماعت گوش کنید دامولای حقیقی این مسجد من عزمی بلوغ هستم عزمی بلوغ گفت؟ چی خیلی؟ آخیر مک
амаки азми булуд имоми ин масҷид домуло зиё аст дар поёни маҳалла як масҷид дигар аст ба он ҷо рафта имомӣ кунед мегӯям ин девонаст шумо бовар намекунед چرا از اینجا روم؟ کجا روم؟ اینجا جای من است این مسجدی من است میگویم ای تمام باز آرام شو اینقدر بسیار گفتی دامونایم باور کردم آدمان کارو بار دارن تو هم از پس کارو بارد شو یا خدا توبه کاری من و جای کاری من اینجاست ولی اینجاست ای خدایا توبه وای مگر مسجد جای کار است باز دامونای حقی هم میگویی بمبر به همه روز تواری آدم هم بس بینده میروم من مفتیات میروم میبینید از بالای همتان شکایت مینویسم از بالای دامولای ساختهتان هم از چشم دوشنه برادرم بود که مثلا این زا بیامونه دوشنه حالا میبینید که من داشتیم ببخشید از شما یک چیز رو پرسم منش یادم آوردم ولی انا اکنون با یادم آوردم انا وای شوهر شما هست او دامولای ساخته وای ساخته خور است دامولای این مسجد نیست دامولای این مسجد منم دامولای حقیقی منم عزمی بلوط هستم حالا با مفتیات رفته از بالای او شکایت میکنن حالا میبیند روزش رو میبیند اما تون روزتون رو میبیند دامولای حقیقی مسجد منم عزمی بلوط هستم گوش میکنم شما زهرا سلام سلام چی گپ است؟ هیچ گپ نی تو خوبی؟ خوب این نامه به شما آمده است خدای توبه این چی باشه؟ عزمی بلود اون دیوانه‌ای که در این جایها میگرده تمام من با او میرسانم تشکر زیاد همین خیر؟ خوب من روم نباشد محلش تو بودی تو بازدید لابد تو اکا اگر به یکو جو رفتم خواهم تو با من میایی؟ خواهر جانم با کجایی که خواهی میرویم خوب مایلش اکا جان مایلش ای دامولای ساخته از بالای تو یک با مفتیات شکایت کنم بعد میفهمی که دامولای ساخته بودن چی بوده است لیوین خانم سلین تو در اینجا چیکار کرده ایستاده؟ هیچ گپ نه گلار افتاده دستم یگان پرابلم بود لیوین تو خوب هستی؟ خانم سلین خوبی نازی سازی گوش جان وزیرش قطعی یگان بچه گشتم بگی پول ندارم پول کشید بعد گپ میزن تو چی گفته ایستاده ای لیوین؟ میگوین که هیچ خبر هیچ وقت فراموش نمیکنن قطعی سمیرات با یک جا شده این خانم سلین مبارک شود من یگان پرابلم ندارم گفته مردک لیوین پروا نداره که قطعی کی میگرده لیوین خیلی خبر تو چی ها میگویی؟ در این زمان دخترها با چند بچه میگردن از این مودا شده است خانم سلین شما هم خدم زمان باشید و سمیرات پول داره لیکن لیوین خودش کیه هیچ کی لیوین دیوانه میشم به خدا مردک واردین در آشخانه چی خوردین خانم سلین تمام من یگان کار ندارم با این کارم من در تو رو فهمیدم گفتم اونم که با هیچ خبرت به امریکا میره به هر دوی شما رای سفر من چرا این گپ ها رو میگویم لیوین خودش کی است هیچ کی به خدا که دیوانه میشم بله دوست داشته پیشینه‌ام برگشت دوباره یک جا شدنم اون رو تکلیف کرد اما رد کردم تمام راحت شدی این رو قبول کردن نمیتونم به عقل من راست نمیآید خیر شما خیر قرار دادید از دست من چی میآید آخر لیوین خودش کیه ای بس است اکنون بس قبول نکردم فهمیدی به هیچ کجا نمیروم در همین جا میمونم فهمیدی نمیروید آخر این رو چرا پیشتر به من نگفتید خانم سلین چقدر خوب یک دقیقه چرا تکلیفیان آدمی بدرو را قبول نکردید سببش بسیار مهم است گفته اون مردک از برای لیمیتی خشور سیمرادی بدرو را پرتفتی تو یگان دخل ندارد لیوین جان مگر او را از برای من نپرتفتید خانم سلین
یعنی حسیات‌های کنم رو علاقه حس نمیکنم. فهمیدم که همش تمام شده است. از همین سبب تکرارا رد کردم. یعنی این با تو یگان ارتباط ندارد. اما من نمیفهمم چرا این رو تو به خودت میگیری؟ مایل هیچ گپ نیست. سلام مادر. سلام پدرم. میدانم که از من برای اینقدر وقت نآمدنم رنجیده، اما من نمیتوانستم خواهرم رو نیافتم. با حضور شما آمدن نخواستم، اما بینید در آخر رو یافتم. امانت شما اکنون در من است. با شما وعده میدهم با عوضی چیزی نباشد اکنون از وی هیچ وقت جدا نمیشم. اکنون شما بر راحت در اینجا خواب کرده میتوان. گذشته دایم یک جویم میشویم. من از شما خانم سلین عذر بسیار میپرسم. یعنی خانم سلین، من با شما اظهار محبت کردنم را گفتم. شما با من همچون دوست رفتار میکنید، لیکن من شما را همینقدر دوست میدارم سلین. همینقدر دوست میدارم که روزی که نبینمت حقم قاق میشم. شاعر راست میگه، محبت رازی ماهی باید آموخت که از آبش بروناری بمیرد. خانم سلین، آن ماهی بیرونی آب من هستم. شما برای من آب هستید. لوین، من خانم سلین گوش کنید. خواستم با دلتون درایم، اما دری دلتون پوشیده بود. اگر کشوده میشد به اجازت شما میدر آمدم و این گلها رو بر دلتون هدیه میکردم. گل دادم به سلین. اینجا در گپش نیست. تشکر زیاد، بسیار زیبا است. گل قیمت خریده میتوانستم، اما آن گل دسته های قیمت رو که توفه میکنن زود قاق میشود. گل را آوردم که اگر نگاه و بینش کنید هیچ قاق نمیشود. کمتر آوش میریزه ریشش که ترسید هیچ وقت قاق نمیشود. شعله آفتاب اگر برسش رنگ شما میشکفه. نام این گل رو نمیدانم. میتوانید نام این گل رو لوین گذارید. لوین، میگویم که خانم سلین گوش کنید. اگر شما ما رو ببخشید، من چه حسیاتی که نسبت شما دارم همه آن را در قلبم گور میکنم. با شما مثل دوست رفتار میکنم سلین جان، نه که مثل عاشق دیوانه مجنون. وعده میدیم مثل دوست با شما رفتار میکنم. از این پس عاشقی تمام. خیر اگر گوید که نه لوین، دوستی هم با من در کار نیست، به خدا میرم جای کار. یک پلیس دختری نو آمده با او دوستی میکنم. مایلش اگر نخواهد من میروم. مرا دیگر اصلا نخواهید دید. لوین، خواهش میکنم یک بار مرا گوش کن. لطفاً. میدونم چی گفتنت رو میدونم. شما رو بسیار رنجاندم، اما اگر با من یک امکانیت دهید مرا بسیار خرسند میکنید. لوین، آخر مرا یک دقیقه گوش کن. من
دوست داشته شما شده نمیتوانم. پس اجازه دید از همه دوستی خوبتان شوم خانم سیلی. لوین خواهش میکنم یک بار مرا گوش بکن. میگویم که یک جای خوراکی نیستی روزی بخوریم. مایلش خانم سیلی، تخمین کرده بودم. قرارتان این است. مدام مرا دیگر دیدن نمیخواهید، پس من هم خیلی که وعده دادم دیگر با شما هرگز روبرو نخواهم شد خانم سیلی. آشو شوه. لوین ایست با کجا میروی؟ مرا شنیدی؟ یک جای خوراکی نیستی روزی خوره میگویم. یک دقیقه شما چی گفتی؟ یک جای خوراک نیست روزی با من؟ بله یک جای خوراکی نیستی روزی خوریم تو و من. اما این دفعه سفسطه گویی نکن. آرامانه رو برو در یگان مکانی خوش خوراک خوره میگویم. رو برو یک جای خوراک بخوریم با من؟ این را شما گفتید من نگفتم. یک جای رو برو خوراک میخورم. خانم سیلن زبان شما چه میگوید؟ سیلن جمعی لوین برابر خوراک نیست روزی. ایوا باز همون آدم. بیا ما رو ندیده از اینجا دور رویم. رفتیم. مایلش بچه خاله لوین قد سیلن خوراک نیست روزی میروم. لوین تبخه تو چی کار میکنی ها؟ دختر خاله در قد صدقه. همه چیزشو میپرتوید. همومم رو استفاده میکنم. این چی باشد؟ کنی بینم اینجا چی نوشته باشد؟ به عالم ابدی ره سپار هستم. آن روز بسیار نزدیک است. آیسته آیسته خونم از گردش باز مانده ایستاده است. این بیماری نعمت بی‌بهای است از جانب خداوند به من. پیش از به عالم ابدی رفتنم اولا از گناه پاک می شوم. با عنایت خدا مرگ آنطور دهشت آور نیست که ما و شما می پنداریم. یا خدای توبه سیاه می مرد. نباید این خیر شود. چنین نمی شود. مرا ببخشید خانم زهره، با فکرم شما را بسیار انتظار کناندم. همامتون را استفاده کردم. این چه خیلی گپ؟ هیچ گپ ندارد. استفاده کنید. دائما استفاده کنید. زهره تو خوب هستی؟ من خوبم شکر خدا. شما چه خیلی؟ من هم خوب هستم. اوه خوب باشید ماشاءالله. بعد از بیمارخانه به این چی شدن؟ عجب و نسبت من حسیات و جواز شد. انیق خوب هست همین دور. خوبم زهره، راست گپ خوبم. خوب خوب من با مسجد میروم. معلوم وقت نماز شد باز در نمانم. نمی شود. می شود. بسیاری بدکار میکنید که میگویم یک به تعطیل روید. به تعطیل؟ با مسجد باید روم. آخر من رو انتظارم. با اجازه. من رفتم. احتیاط شوید. تشکر. سالی بزرگ رو پسی سر کردم. نسبتی همسرم یک شوهری خوب، نسبتی فرزندانم پدر خوب و نسبتی جماعتم به امام خوب شدن حرکت کردم. الکی وقتی به نزد خدا برگشتن رسیده است و مثل گفته حضرت یونس از بطن مادر به دنیا آمدیم، از بازار کفن خریدیم رفتیم به مزار. دمروزی اویله دار بوده است.
фарзанд доштааст падар будааст не ҷонам 70 сол он қадар ҳам ҷавон нест ин домлозиё нест як бор чунон майзада шуда буд ки ба ҷои маро бӯса кардан рафта маҳбубаи соҳиби маркази дилхуширо бӯса карда буда медавни охир домлои ин масҷид домлозиё аст азми булуташ кист домлои ҳақиқии ин масҷид манам азми булут ҳастам ин нома ба шумо омадааст خدای تعالی این چیست؟ عزمی بلود ту кисти домлозиё кисти